جمع مایه از هر حیث پربرکته. عزیزان من، چنین جمعی در بهشت وجود نداره. کفر نمیگم، علما حوصله بکنن. چنین جمعی در بهشت وجود نداره، چون در بهشت عبادت نیست و ثمره عبادته. اگر مسلمانی میتونه در دنیا یک سجده بکنه، میلیون ها بهشت درست میکنه. علمای بزرگ اسلام میگن ای مسلمان، تا میتونی در دنیا سجده بکن، عزیزترین چیز نزد خدا سجده است، چون نهایت تواضع است. چون در بهشت دیگه خبری از سجده نیست و از همه چیز عزیزتر برای خدا سجده است. فقط در دنیا سجده است. چه افتخاری نصیب شما شده، خصوصا این قشر جوان.